Assalomu alaykum domlo. علیکم سلام. Ham درست میگن اما آدمی که در آسیا خیلی هم آدم رو میفروخته گفتن که زنجو دارشه چیه زنه کارش میکنه همون هم میفروکنه یگون خیلی قوری قرونه چیه این مودا فرق نداره چیه چی نیست مردم نفروشن اینا با آدم زیاد چیزن ایدو خیلی وطن ایفشو کردستن همیاره وجه مردم بیدار شدسته خواهش میکنم همون آدمای مثال تاجیرها و چیزان همین دستگیری کنن همین مخالفینا حتی نمون دیگه چرا این تو اینفورماسیون بسیار برمیشن شما از پی نکستن تو جای میدونم باشن هم یگان آدمای دیگه باشن همین کار شما در مثال یک جای شوان ما که بهترین کار داملو خدا پیروز شیم. تشکر زیاد برای خدمتتون. سلامت باشید. خوب اینه مثلا درباره قاری زنی برادر خردیش همکاری میکرده است در بین زنها معلومات جمع کرده به این قاری خبر میرسانده است. برادر قاری نامش نعمت الله سال تولدش 1978 در شهر سنت پترزبورگ روسیه. این برادر قاری زبیدالله همسرش در مابین زنها از زنکا معلومات جمع میکرده میومده است در قاری زبیدالله در مقام تاجیک میفروخته است. ایوخی عیب نیست. ایت قاری کسی هست که فرق نداره تو کی بز نشه نفروش میلته والله قسم بچم اگر بز باشه میبرم میگمش قسم به عظمت الله میبرم میگمش من میگم در این راه شوخی نیسته والله قسم باری دیگر گفته ایسم تو معلوماتو خیلی زیاده یعنی من نمیخوام دیگر زیاد از این مسئله صحبت کنم خلاص استعفا که برات تمام توکل به خدا اگر تهمتت که باشن همون معلوماتایی که رستگن قسم دادگیم آدما را که به همه چیزشو قسم خوردگن این ایتا آدمایی که بچه‌هاشو فروختگن خودشو گریه که گپ زدگن بچه من قاری فروختگن هیچ بس دیگه اخی نفرا که تو مسکو استعداد شدن رفتن قاری زبیدالله فروختگن من توسط کی توسط زن دادرش بس دیگه بیای هر چی قدر که شما میخواید کذب کنه او شرمنده تر میشه با همون خاطر خوبش بیای بس کنه قضیه را مونی میدونه که من یا آدمی یعنی که اخسم هم یک کاری که قپیدم اگر گفتم یا بار خب کرده رفته تمام میشه میره ولی اگر بیشترش قپیده بعد دیگه پول نیروز بعد برنامه‌اش میکنم بعد نام فامیلیا با فامیلیا آدم فروتگیش چی گپای چی خبره بعد همه برنامه‌مو میپرتم برنامه قاری زبیدالله بزنم میقپم برای هم بسش کنی برای کدام را احترام داره احترام داشته باشه برای من و آدمایی که فروخت ازشو احترام نداره فرق نداره برای ما اوریشش تو نوفشه کسی های مهم نیست برای ما دیگه بس شدی جواب میگوید گپت